بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الممتحنه. این سوره ممتحنه هست و مدنیه. سوره مدنی هست که در سوره های مدنی احکام گفته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می آیتی که میگه یا ایها الذین آمنو، شأن و نزولش علما چی میگن؟ میگن که رسول الله صلی به علی رضی الله عنه وظیفه داد، به همراهش علی رضی الله عنه بود، زبیر رضی الله عنه بود و مقداد رضی الله عنه. سه صحابه بودن. اینا رسول الله صلی الله علیه و وظیفه داد، گفت شما برین در یک منطقه، او را وادی خوخ میگفتن. وادی خوخ. خوخ دیگه من نمیفهم که در اصلا در میوه‌جات خوخ چی را میگن؟ همین شفتالو را که در اینجا درخت های شفتالو بوده یا نام از منطقه بوده. خب گفتن نامی بود به نام خوخ. گفتن این سه نفر رسول الله صلی الله علیه و گفت که عاجل برین در اونجا. یک خانم هست که در سر شتر سوار است. سابق همون چی میگفتن؟ دولی. در دولی ششته در منطقه وادی خوخ طرف مکه میره. شما ایره تلاشی کنین، پیش از یک دانه خط سیر از پیشش بیارین. باز وقتی که علی رضی الله عنه رفتن همراه زبیر و مقداد رضی الله عنهما، این زن اول انکار میکرد، بازی رو تهدید کردن، گفتن اگر نتی ما مجبور هستیم که تو رو تلاشی بکنیم. بالاخره این زن مجبور شد و از قاط چوتی موی خود خط کشید، بازی رو داد به علی رضی الله عنه. این که پیش رسول الله صلی الله علیه و آورد. رسول الله هم که خواند که یک صحابی به نام حاطب ابن ابی بلتعه، حاطب ابن ابی بلتعه، این صحابی رسول الله صلی الله علیه و بود. این به اساس مشکلی که داشت برای مشرکین قریش حوال روان کرده بود که مسلمان ها این تو برنامه دارن و میخواین سر شما این قسم حمله بکنن و رسول الله صلی الله علیه و آله کشف کرد. حاطب رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که ما ایره به خاطر بیماری نکردیم که همراه کفار منافق باشم، ایمان نداشته باشم. ایره به خاطر بیماری نکردیم که برای کفار مثلا دوستی داشته باشم یا ایمان نداشته باشم یا منافق باشم. صرف ما به خاطر ازی کردم که در اونجا بعضی اقارب ما هستن، اونا رو یا اذیت میکردن، ما به خاطر ازی که یک چیزی بر از اونا سند باشه که ما اقارب ما را زیاد اذیت نکنم، ما این خطر روان کردم. الله متعال برای مسلمان ها چی کرد؟ این حکم نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. چونی قبل از نزول حکم بود. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این حکم الله را بیان میکنه که شما نگیرین دشمن مرا و عدوکم و دشمن خودتان اولیاء، دوستایتان نگیرین. یعنی کسایی که کافر هستن، دشمن الله و رسولش هستن، این دوست نگیرین. تلقون الیهم بالموده، شما میفرستید بر از اینا پیغام نصیحت و محبت را. وقد کفروا، در حالی که اینا کافر شدن، بما جاءکم من الحق، با آنچه که آمد بر شما از حق. یخرجون الرسول و ایاکم، اینا خارج میکنن شما را، رسول الله صلی الله علیه و و شما را، ان تؤمنوا بالله ربکم، ای که شما ایمان آوردید به الله که ربتان است. یعنی اینا چی میکنن؟ یا از خانهایتان، از سرزمینتان، از منزلتان شما را میکشن. دشمنیشان صرف به خاطر نمیست که شما به الله و که ربتان است به او شما ایمان آوردین. شما این کار نکنین. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل، اگر شما خارج شدین به خاطر جهاد در راه من و ابتغاء مرضاتی و به طلب رضایت من. تسرون الیهم بالموده، شما به شکل سری میفرستید الیهم به ایشان بالموده، امی پیغام دوستی را. و انا اعلم، الله متعال میگه من میدانم، بما اخفیتم و اعلنتم، آنچه را که شما مخفی کردین و آنچه را که شما آشکارا و علنی بیان میکنین. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و وحی کرد و عاجل رسول الله صلی الله علیه و خبر کرد. از همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و علی رضی الله عنه و زبیر و مقداد رضی الله عنهما امر کرد که برین این خانه تلاشی کنین، چون بر رسول الله صلی الله علیه و خبر وحی آمد. و من یفعله منکم، و هر کسی که این کار از شما بکنه، فقط ضل سواء السبیل، یقینا که این گمراه شده از راه مستقیم. این یثقفوکم، اگر اینمی دشمنای الله غالب شوند بالای شما،
دست بیابن بالای شما، یثقفوکم دسترسی پیدا بکنن بر شما، یکونوا لکم اعداء بازیا می باشن دشمنای شما، و یبسطوا الیکم و دراز میکنن به سوی شما ایدیهم دستایشان را و السنتهم و زبانهایشان را. یعنی دشمنای اسلام وقتی که بفهمه که غالب شدن سر شما، دسترسی پیدا کردن، بازکت دست خود فایر میکنه و میزنه و میکشه و از بین میبریدن، و از طریق رسانه های خود چی میکنن؟ زبانهای خود هم باز میکنن، به ضد اسلام، به ضد پیغمبر، به ضد قرآن، به ضد دین تبلیغ میکنن. چرا این کار میکنن؟ و ود و آرزوشان چی است؟ لو تکفرون، که اگر شما هم کافر شوین. یعنی یا زیاد زحمت میکشن، هم جنگ میکنن و هم تبلیغات میکنن، جنگ مسلحانه و تبلیغات زبانی. کل هدفش چیه؟ که شما را از این دین منصرف بسازن. باز که کافر شدن هیچ کتان مشکل ندارن. لن تنفعکم، منفعت نمیکند برای شما ارحامکم، خویشاوندان شما، ولا اولادکم، ولا فرزندهای شما، یوم القیامت، در روز قیامت، در صورتی که بیدین باشن، گمراه باشن. یوم القیامت یفصل بینکم، در روز قیامت چی میشه؟ فاصله ایجاد میشه در بین شما. والله بما تعملون بصیر، و الله با آنچه که عمل میکنین خوب بیناست. آل شما به خاطر رسیدن به حق، ببینین یک پیغمبر الله که ابراهیم علیه السلام است، ببینین که کافرها چه قسم معامله داشت. ابراهیم علیه السلام اسوه‌تان بگردانید. قد کانت لکم اسوة حسنه، بود بر شما اسوه حسنه در کی؟ در شخصیت فی ابراهیم، در شخصیت ایمانی ابراهیم علیه السلام، والذین، و کسانی که معه به همراه ابراهیم علیه السلام بودن. اذ قالوا، وقتی که اینا گفتن لقومهم، برای قوم خود گفتن، چی گفتن؟ انا براء منکم، ما از شما بیزار هستیم، و مما تعبدون من دون الله، و ما بیزار هستیم از آن چیزی که شما عبادت میکنین بغیر از الله. اینی موقف مسلمان واقعی هست. کفرنا بکم، ما به شما کافر شدیم، به شما کافرا، به بتهایتان کافر شدیم، به طواغیت قانونتان کافر شدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا، و بدا و آشکار شد بین ما مسلمان ها و بینکم و بین شما کفار العداوة والبغضاء، دشمنی و بغض، ابدا به شکل دائمی. تا چه وقت؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که شما به الله و وحدانیت الله شما ایمان نداشته باشید. وقتی که الله را قبول نکنین و وحدانیتش قبول نکنین، بین ما و شما دشمنی هست. الا قول ابراهیم لابیه، لکن استثناء دیگه است که تنها یک استثناء بر ابراهیم علیه السلام بود که بر پدر خود گفت لا استغفرن لک، ما بر تو مغفرت میخوایم. استغفار همیر ابراهیم علیه السلام چه وقت خواند؟ در اول، وقتی که فکر میکرد که پدرش شاید توبه کنه، رجوع بکنه، خوب شوه، برش گفت پدر ایمانداری قبول کن، ما برات مغفرت میخوایم. لکن بازداده آیت قرآن میگه وقتی که برش معلوم شد که پدرش در کفر خود بسیار جدی هست، باز از او هم اظهار چی کرد؟ براءت کرد. و ما املک لک من الله من شیء، ابراهیم علیه السلام گفت که من مالک چیز نیستم بر تو از الله. یعنی پیغمبر هم نمیتونه که پدر کافر خود نجات بده. ابراهیم علیه السلام گفت این قدرت به دست من نیست، اگر ایمان بیاری برات مغفرت میخوایم. ربنا، ای پروردگار ما، علیک توکلنا، بر تو توکل کردیم، و الیک انبنا، و به سوی تو رجوع کردیم، و الیک المصیر، و به طرف تو بازگشت است. ربنا، ای پروردگار ما، لا تجعلنا فتنة، ما را وسیله آزمایش قرار نده، للذین کفروا، بر کافران. واغفر لنا، و ما را مغفرت بکن. ربنا، ای پروردگار ما، انک انت العزیز الحکیم، تو بسیار ذات غالب هستی و با حکمت هستی. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنه، یقینا که بود لکم برای شما، فیهم در امی ابراهیم علیه السلام و مؤمنایی که همراه زی بودن، اسوة حسنه، یک اسوه، یک نمونه، یک رهبر، یک مقتدای حسنه نیک. برای کی؟ لمن کان، برای کسی که باشد، یرجو الله، که امیدوار رضایت الله هست و امیدوار والیوم الاخر، روز آخرت است. و من یتولی، و کسی که از این رو بگردانه و باز کت کفار دوستی بکنه و اونا را محبت بکنه، فان الله هو الغنی الحمید، یقینا که الله بی نیاز است و الحمید بسیار حمد کرده شده هست. الغنی بی نیاز است،
از اطاعت و عبادت مخلوقات، نیازی به اینا ندارن. الحمید حمد کرده شده هست که تمام کائنات مخلوقات بر از او چی میکنن؟ حمد میفرستد. عسى الله، نزدیک است که الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم، که بگردانه بین شما و بین کسایی که امروزشان دشمنی دارین موده، دوستی. نزدیک است که اونا مسلمان شوند، مؤمن شوند. و راستی بسیار است کافرها سرسختی میکردن ولی مسلمان شدن و بینشان پس مودت و دوستی ایجاد شد. والله قدیر، الله بسیار قدرتمند است. والله غفور و رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. آل کل کافرها یک رنگ است یا در بین کافرها فرق است؟ ما با کل کافرها یک قسم معامله بکنیم یا با چیز؟ نه، میگه دو قسم کافر است. یکی کافر حربی است، کافری که مسلمان ها می جنگه، مسلمان ها را میکشه، بمباردمان میکنه، میزنه. و یکی کافرای هستن که ذمی هستن که اونا در جنگ مداخله ندارن، زیر بیرق اسلام زندگی میکنن، در بین مسلمان ها زندگی میکنن، یا یهود است یا نصرانی است یا بت پرست است، اما جنگ نمیکنن. یکی کافر حربی است، یکی کافری که ذمی هست، تسلیم است به شریعت الله ولی به دین خود است. الله متعال میگه لا ینهاکم الله، منع نمیکند شما را الله سبحانه و تعالی علی الذین، از کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین، که اونا نجنگیدن امرای شما فی الدین، درباره دین، یعنی کافرای حربی نیستن. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از خانه هایتان هم نکشیده. او در خانه خود زندگی میکنن، تو در خانه خود زندگی میکنی. ان تبروهم، ای که به امرای از اونا احسان بکنین، و تقسطوا الیهم، و انصاف بکنین به امرایشان. از دکانش سودا بخری، مثل که ما و شما مثلا از سکه ها سودا میخری، یا مثلا اون دوها هستن مثلا همسایت است، ضرر برش نمیرسانی، متوجه هستی؟ امرایش احسان میکنی، با مالش غرض نمیگیری، با فامیلش غرض نمیگیری، در خانهش غرض نمیگیری، از پیشش سودا میخری و عدالت هم رعایت میکنی، حقش نمیخوری. ان الله یحب المقسطین، الله متعال دوست داره انسانهای انصاف کننده را. انما، لکن یقینا که ینهاکم الله، شما را الله منع میکنه، عن الذین قاتلوکم فی الدین، از دوستی و محبت و کمک کردن به امرای کسانی که قاتلوکم، جنگ میکنن که شما فی الدین، در قسمت دینتان میین و سر منطقیتان حمله میکنه، سر دینتان حمله میکنه، سر کتابتان، سر قرآن، سر پیغمبر. حالا می کافرها ببینید کارتونای رسول الله صلی الله علیه و میکشن، قرآن در میتن، آیات قرآن را توپ نوشته میکنن. الله متعال میگه که الله منتان میکنه از الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، شما را از منطقهایتان هم میکشه، بسیار مسلمان ها را بمبارد میکنه، از منطقش میگریزانشان. و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، و یا اظهار میکنن یا معاونت میکنن یکی دیگه خدا کافرها به خارج کردن شما، ان تولوهم، ای که شما با امرایشان دوستی کنین. وقتی که دوستی کنین شما را هم که خود یک جای کرده، باز میره به ضد مسلمان ها کار میکنه، مسلمان ها را از بین میبره. و من یتولهم، الله متعال میگه باز کسی که با این کافرای حربی دوستی میکنه، فاولئک هم الظالمون، اینیا بسیار ظالمای خطرناک هستند، مشرکای خطرناک هستند، بیدینا هستند. این آیت بعدی درباره زنای مهاجر هستند. وقتی که صلح حدیبیه شد، در صلح یک ماده‌ای بود که هر کسی از کافرها پیش پیغمبر می آمد، باید او رو پیغمبر پس به اونا چی میکرد؟ تسلیم میکرد. این درباره مردها بود. حالا اگر یک زن در اونجا مسلمان میشد و فرار میکرد می آمد پیش مسلمان ها، از این حکمش چی بود؟ الله متعال آیتش نازل کرد، گفت یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا جاءکم المؤمنات، وقتی که پیش شما آمد زنهای با ایمان مهاجراتن که هجرت کردن، فامتحنوهن، شما از اونا امتحان بگیرین که یا چرا از اونجا فرار کردن پیش شما آمدن، که شوی خود جنجال دارن آمدن، با حضور شما نگاه نکنین، یا به خاطر تبدیلی آب و هوا آمدن، سیاحت و چکر، ایره پس روان بکنین. اما اگر امتحان کردن که اینا به خاطر دین خود فرار کردن آمدن اینجا، باز بر از اونا حکمش چی است؟ الله اعلم بی ایمانهن، الله متعال
خوب میفهمه از قلب‌های از اینا با خبر است که اینا چی میکنن. فإن علمتموهن، باز اگر شما دانستید که اینا این خانم‌ها مؤمنه هستند، به خاطر ایمان خود فرار کردن اینجا آمدن، فلا ترجعوهن الی الکفار، اینا را پس راجع نسازین به کافران، اونا را نفرستین. چرا؟ لا هن حل لهم، نو کافر مشرک حلال است برای زن با ایمان. چرا؟ زن با ایمان، زن که مسلمان شد از شوی خود که کافر است خود به خود طلاق میشه. مجردی که یک مرد مرتد میشه، زنش سر چی میشه؟ طلاق میشه. چرا؟ زن مسلمان با مرد مرتد و کافر یک جای زندگی کرده نمیتونه. پس اینجا الله متعال گفت که لا هن حل لهم، نه ای خانم های با ایمان حلال هستند لهم برای مردای مشرکی که مشرکین بودن، ولا هم یحلون لهن، و نه هم مشرکا حلال هستند برای زنهای با ایمان. یعنی زن مؤمن نباید در زیر رعایت و نکاح کافر باشه، مشرک باشه. و آتوهم ما انفقوا، و بدهید برشان ما انفقوا، آنچه که خرج کردن یا برای زن مهر دادن. اگر مصرفشان شما برشان بتین، بگو که ما خانمت پس بر تو تسلیم کردن نمیتونیم، چون این مؤمن از شما کافر هستین، این زیر دست کافر زندگی کردن نمیتونه. عزت از زن بسیار بلند است، از عزت و مرگ مرد مشرک و کافر کرده، بناهن اما مصرفی که کردن برشان بتین. ولا جناح علیکم، و جناح نیست بالای شما، گناه نیست، ان تنکحوهن، وقتی که شما امرای از این خانم ها نکاح بکنین، اذا اتیتموهن اجورهن، وقتی که برشان پرداختین مهرهایشان را. ولا تمسکوا، و نگه مدارید به اسم الکوافر، با تعلقات با الکوافر، زنان کافر. یعنی اگر کدام زن مسلمان کافر شود، شما مسلمان ها هم باید رابطه تان که از زن مرتد و کافرتان قطع بکنین. یعنی مثلا یک مرد است زنش کفر میگه، الله را دو میزنه، پیغمبر را دو میزنه، کافر میشه، مرتد میشه، باز شوهرش را باید الا بده دیگه، طلاق میشه سر ازی. چون با کافر اجازه نیست که انسان مسلمان چی کنه؟ امرای از او باشه. اگر اهل کتاب باشه صحیح است، میتونی زن یهودی بگیری، به شرطی که بر دین خود چی باشه؟ قائم باشه، سیکولر، کافر نباشه. اما اگر کافر می باشه زن، ولو که مسلمان باشه، بازور شما پیش خود نگاه نکنین. واسالو ما انفقتم، اینا اگر امی زن مثلا از بین مهاجرین فرار میکنه میره پیش کافرا، شما او را پیش خود نگاه نکنین، برشان بگین اما مصرفی که ما سر از این زن کردیم بتین کافر بر تو، ولی یسألوا ما انفقوا، و اونا هم طلب بکنن آنچه که مصرف کردن. ذالکم حکم الله، اینمی حکم الله هست، یحکم بینهم، که فیصله میکنن در بین شما. والله علیم حکیم، الله بسیار با علم است و با حکمت است. و این فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، و اگر از دست شما بره بعضی از همسران شما الی الکفار، به طرف کافران، فعاقبتم، پس شما غنیمت گرفتین از کافران، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، پس بتین برای از او کسانی که همسرایشان از پیششان رفته مثل ما انفقوا، به مو اندازه که اونا مصرف کردن، یعنی مصرفشان برشان بتین. واتقوا الله، بترسین از الله، الذی انتم به مؤمنون، و ذاتی که شما به او مؤمن هستین. یا ایها النبی، آل رسول الله صلی الله علیه و امرای مردها هم بیعت میکرد در ایمان و همراه زنها هم بیعت میکرد. منتا بیعت مردا و زنها در چی فرق میکنه؟ که با مردها با دست بیعت میکرد، و ام المؤمنین مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت با زن نامحرم دست نداده. بیعت با خانم ها تنها با زبان بود، با مردها با دست. یا ایها النبی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای شخص با عزت و با عظمت، اذا جاءک المؤمنات، وقتی که بیاین پیش تو زنهای با ایمان، یبایعنک، که بیعت میکنن تو را، علی ان لا یشرکن بالله، بیعت کنه این زنها به زبان خود بگه که ما با الله شرک نمیاریم، شاید هیچ چیز را. حال ما مسلمان شدیم دیگه، قبر پرستی نمیکنیم، بت پرستی نمیکنیم، مورا پرستی نمیکنیم، مورا را در گردن و شتکای خود قطار نمیپرتیم. فهمیدین؟ باید بیعت بکنه. این تومار که در سر شانگه که شتکم بند کردیم میره اوسو میپرتم، اسپند نمیم که بیره شفا میته. فهمید؟ یعنی پای خود در دیوارای مسجد و زیارت و قبرستان نمیشقیم که دیوال ایره شفا میته. شرکیات نمیکنیم. اگر بیعت کردن که ما این شرکیات نمیکنیم، ولا یسرقن، سرقت هم نمیکنن، ولا یزنین، و زنا هم نمیکنن،
ولا یقتلن اولادهن، ای بیعت میکنن که قتل نمیرسن اولادهای خود را. ولا یأتین ببهتان، و نمیرن به کدام تهمتی که یفترینه، که تهمت میکنن افترا میکنن به شوهران خود، بین ایدیهن و ارجلهن، در مقابل دستا و پاهای خود. ولا یعصینک فی معروف، و معصیت در کارهای نیک نمیکنن، فبایعهن، تو به امرای زنا بیعت بکن. بعضی کسا میگه زنم قتل میکنه، اولادهای خود قتل میکنه یا چی میکنه. امی زنهایی که آمدن بیعت کردن، در بین از زنها در فتح مکه هند خانم ابی سفیان هم بود، اون تو زنا بود در بین از اینا. آمدن که ما مسلمان میشیم، هند هم مسلمان شد دیگه. الله متعال گفت اگر هند است یا دیگه‌ایش بودن زنای کافری بودن، و هند چقدر خطرناک بود که گرده چیزی که کشید نه از حمزه رضی الله تعالی عنه. پس گفت اگر این زنهایی که میگن که خدا از شرک پاک میسازن، از سرقت، از زنا، از قتل اولادشان و بهتان و تهمت نمیکنن، نافرمانی در معروف نمیکنن، الله متعال گفت فبایعهن، پس با امرای زنا بیعت بکن. این زنهای کافره که نو مسلمان میشن، به این شرایط اگر قبول میکنن اسلام، امرایشان بیعت بکن. و استغفر لهن الله، از گناههای قبلی کردن برشان مغفرت بخوای از الله، برشان بگو که وایتان الله مغفرت میکنه. ان الله غفور رحیم، بشک الله که است یقینا الله متعال غفور بخشاینده است و رحیم مهربان است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتولوا قوما، شما دوستی نکنین به امرای قومی که باز هم الله تکرار میکنه، هم در اول سورت هم در آخر سورت. چرا که در آخر زمان که زیاد مردم کافر میشن، بیدین میشن، از دین میبراین، یکی از اسباب بیدینی و گمراهی و کفر از اینا چی است؟ دوستی با کافرها هست. الله متعال میگه لا تتولوا، شما دوستی نکنین با قومی که غضب الله علیهم، که غضب کرده الله بالایشان. غضب الله سر کیه؟ سر کافر است، سر مشرک است، سر مرتد است. امرای از اینا دوستی نکنین که میفهمی که مشرک هم است، باز دیگه تمام روز خانهش میره که باز همین مشرک خان است، پیشم خفه نشه، بچه کاکای مشرکم قار نشه، بدعتکار است. میگه باش که همین بدعتکارم از خیر، در بدعت هم است، امیر یک میمانی بودم. بسیار سخت است. الله را خفه میسازی و مشرک و کافر و بیدینی و بدعتی را خوشحال میسازی. بلا در پسش که خفه است. ابراهیم علیه السلام در کل قوم خود تنها بود، مثل ابراهیم علیه السلام وای باش. بعضی کسا هست نه شیطانی را وسوسه میکنه. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لا تتولوا، شما دوستی نکنین قومی را که غضب الله علیهم. غضب الله سر کی است؟ غضب الله سر کافر است، غضب الله سر مشرک است، غضب الله سر مرتد است، غضب الله سر منافق است، غضب الله سر کسی است که سر الله و رسولش تهمت میکنه، بدعتکار است. امرای زیاد دوستی و محبت نکنین. قد یئسوا من الاخرة، اینا ناامید شدن از آخرت، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، مثل که کافرها از اهل قبور ناامید است. میگه یا هلاک شد رفت دیگه، یا دیگه هیچ خاک گشت دیگه خلاص شد، از آن ناامید هستن، یا از آخرت هم ناامید هستن. امرای از اینا دوستی و محبت و ایکارا را نکنین. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک.